همونجور که میدونین بلیچینگ به دو مرحله انجام میشه. بلیچینگ آفیس و بلیچینگ هوم. بلیچینگ آفیس اینجا داخل مطب ما براتون انجام میدیم و بلیچینگ هوم اون قسمتی هست که داخل منزل خودتون انجام میدید. محصولی که اینجا مشاهده میکنین اوپال سنسگو کمپانی اولترادنت آمریکاست که باعث سفید شدن دندونهای شما میشه. حالا چه کسانی میتونن بلیچینگ انجام بدن؟ کسایی که دندونهای سالم ولی بدرنگی دارن. در غیر این صورت کیس بلیچینگ نیستن. بازش کنیم ببینیم داخل اینا چی هستش. همونجور که مشاهده میکنیم داخل اینجا تری هایی میبینیم که با علامت L برای فک پایین و U برای فک بالا مشخص شده. شما اینها رو به صورت روزانه استفاده میکنین، روی دندون هاتون قرار میدین و خوبی که داره از فعالیت های روزمره‌تون جلوگیری نمیکنه و تداخلی با اونها نداره. باعث سفید شدن دندوناتون میشه. 4 تا بسته است که 4 روز متوالی اونو استفاده میکنید. و نکته ای که هست، قبل از اون باید مسواک بزنید، بعد از اون همینجور و طی این 4 روز مصرف مواد غذایی رنگی رو باید به حداقل خودش برسونید. برای اینکه اطلاعات خودتون رو در مورد بلیچینگ و نکاتی که وجود داره کامل کنید، میتونید به ویدیوهای قبلی و یا سایت ما مراجعه کنید. ممنون ازتون.